سلام علیکم عشقی داداش، حالت چطوره؟ بذار ببینم تو هم دلت میخوای جور رفیقات پوز بدی بگی اسم من رنگیه اسم تو رنگی نیست؟ ها؟ اگه دوست داری اسمت رنگی باشه جلو این اون پوز بدی، بعد تا انتهای ویدیو نگاه کنی. برای که منم انرژی بگیرم اون لایک 20 صابو بزن و یه کامنت هم هرچی دوست داشتی بنویس. یادت نره. برو بریم. ببین رفیق گلم، برای اینکه بتونی اسمت مثل من رنگی کنی وارد ستینگت میشی. وقتی که زدی روی ستینگ یکم صبر کنی تا لود بشه، بعدش اسکرول میکنی به سمت پایین تا برسی به قسمت اکانت، میزنی روش. الان میبینی که اسم رنگیه اما یکم یه تیریکایی داره. ببین اول از همه حرفتون نباید بزرگ باشه برای اینکه بتونی اسمتون رو رنگی کنی. حرفتون رو کوچیک میکنین، روی اس نگه میدارین و اس رو میبرین رو اون حالتی که دوتا حالت اس هست روی هم. اون حالت رو میذارین و الان کل حروفای کیبوردتون، فارسی نه فقط انگلیسی، الان یه رنگی ها میگن. که حالت دوران داره، یعنی هی عدداش تغییر میکنه، هی حروفاش تغییر میکنه. F مثلا توسیه، L توسیه، کی هم که گفتم، M قرمزه، E حالت یه رنگ فسفوری داره، P هم حالت زرده، W سفید پررنگه، A هم سبزه. خب هر کدوم از اینا هست. مثلا الان من میذارم روی L و الان اسمم، الان یه خط فاصله میدم و هر چی خواستم مینویسم. مثلا من مینویسم امیر. و اگه اسمتون دو حرف است مثل من، یه خط فاصله دوباره میدین، حروفا رو کوچیک میکنین و دوباره همون حالت اسم میذارین و یه رنگی ها که خودتون دوست دارین انتخاب کنین. مثلا من زرد، و دوباره یه خط فاصله و هرچی که دوست داشتین رو مینویسین. به همین سادگی الان اسمم رنگی شد و اصلا کار زیاد سختی نیست. یعنی زیاد هم که نباید بهش بگم، اصلا کار سختی نیست. و اینکه خیلی دوست دارم این ویدیو رو لایکش کنین، ساب کنین، زنگوله رو هم بزنین که حتما من میدونم این کار رو انجام میدین و توی کامنت ها برام بنویسین که ویدیوهای بد چی باشه.